میفورد قوی اسباب پیدا کنی پیش عروس ده. ببینید که این زنی به حیا یک عطر مردانه رو رکلام کرده چی میگوید؟ میفورد در پیش عروست قوی اسب داشته باشی؟ همین گپ چی معنا دارد؟ آشکارا ترغیبات زنا یا طرفداری از زناکاران. از همه بدترش آن که با یک ناز و کرشمه و شهوت انگیز گپ میزند. وای بر حال تواری زنی به حیا. مگر مردهای خانواده شما مردند یا ناموس و غیرتشان را از دست دادند تا تو را از این به حیایی باز دارند؟ زنهای سوداگر از حد نگذره. زن مسلمانی با حیا مناسب خودش گپ میزنه. از الله بترسید. شریعت زن را اجازت میدهد که کار کند، ولی کاری که مناسب خودش باشد، نه اینکه به هنگام کار با کلام خود مردها را بیقرار کند و حتما باید حجاب خود را رعایت کند، نه اینکه لبهای دم کردگی به حجاب به نمایش براید. خداوند در آیه 32 سوره احزاب زنان مسلمان را از نرم صحبت کردن با مردان بیگانه منع میکند، اما این زن بی حیا با یک ناز و کرشمه و شهوت انگیز سخن میگوید و به مردان خطاب میکند. خواهران عزیز، در هر کاری فرموده های خدا را رعایت کنید، ورنه انتظار عذاب الله باشد که دیر یا زود بر سرتان می آید. این را یقین بدانید. يا سيدي واللي عجز معك معذور، لا صار ما يعرج للافلاك وتزار، لا صرت مبرورا ومن الذنب مغفور، والله مدحك بمنزلها وشلال اشعار.